سلام، من الهام حسینی هستم و شما تصویر ما رو از استودیوی سلام سینما و تئاتر آنلاین واقع در دومین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا واقع در مصلی تهران می‌بینید. مهمون این لحظه ما تهیه کننده و کارگردان جناب آقای میثم معراجی هستند. سلام آقای معراجی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. بفرمایید. متشکرم از دعوتتون. سلام می‌کنم خدمت بینندگان. من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آقای معراجی، شما آخرین کاری که الان در واقع داره روی پلتفرم فیلمنت داره پخش میشه یه کار کودکه. بله. بیشتر برامون توضیح میدی؟ بله. فوفو مسافری از کامادو یک سریال کمدی کودک هستش که تقریبا میشه گفت اولین سریالی بوده که تو ژانر تلفیقی رئال انیمیشن کار شده. این سریال 15 قسمتی که آخرین قسمتش تقریبا فکر کنم ماه گذشته دیگه پخش شد. ولی خب هنوزم بچه‌ها میتونن برن روی پلتفرم و کارو ببینن. دقیقاً. اصلا یکی از ویژگی‌های پلتفرم‌ها همینه که دائما قابل دسترسه و خودتون تمایلی دارین که با صدا و سیما کار بکنین به خاطر اینکه دقیقاً دو تا ویژگی مختلفه. اون در لحظه پخش میشه، حالا دیگه میره توی صدا سیما و معلوم نیست که پخش بشه، ولی ما رو پلتفرم‌ها داریم این دیتا رو. ببینید یکی از ویژگی‌های مهمی که کار کودک داره، این خیلی نکته مهمی، توی کار کودک بارها یک مجموعه رو میبینه. چون ما یک آنالیزی که داریم میگیم بچه بار اول فقط تماشا میکنه، حرکات رو میبینه. بار دوم شما نگاه کنید یه بچه وقتی انیمیشن رو میبینه برای بار 20 میخنده، چون برای بار 20 تازه یک اتفاق جدید رو توش کشف کرده. این تکرار در دیدن. حتی تو نسل قبلی مدیا که CD بود، می‌بینی یه بچه یه CD رو اینقدر میذاره نگاه میکنه تا تکرار. یعنی ویژگی تکرار خیلی ویژگی مهمیه در صنعت کار کودک. حالا برای پلتفرم‌ها، علاوه خصوص پلتفرم‌هایی که از حجم اینترنت هم استفاده میکنن، خب خیلی ارزش افزوده بالاییه. چون من شاید یک سریال رو یک بار ببینم، چی بشه بار دوم حالا مثلا بزنم از اول خیلی احتمالش کمه. ولی تو محتوای کودک این نیست. کودک و تایمی که بزرگسال برای یه پلتفرم میذاره شاید بگیم در هفته 4 ساعت باشه، ولی یه بچه قابلیت میداره از 10 صبح بشینه ساعت‌ها نگاه کنه. و الان خب خوبیش به اینه که تلویزیون هم خب حالا خودش به پلتفرم‌های بالا آورده که میشه تکرارها رو درش نگاه کرد. ولی مشکل اینه که به نظرم کار کردن با تلویزیون به نظرم خود خط فکری هاست که کار کردن با تلویزیون. آخه الان ساترا اتفاقی داره میفته، حالا ما اینجا در نمایشگاه رستا هستیم که در واقع ساترا داره برگزار میکنه، داره قوانین رو و حالا اون چارچوب‌ها رو میاره توی پلتفرم و نمیدونم داره خیلی سعی میکنه همسانش. به نظرتون میرسه به اونجایی که اصلا یکی بشن؟ من خودم نظر شخصی به عنوان یک آدمی که 20 سال تو حوزه سینما کار کردم، میگم در درجه اول سازمان باید از تولید خودش رو بکشه بیرون. درست. یعنی بیاد نقش نظارتیش رو اجرا بکنه، بیاد ناظر باشه. اولا ماها بچه همین کشوریم، تو همین مملکت بزرگ شدیم. من 59 ام، بچه انقلابم، یعنی تو انقلاب بزرگ شدم دیگه. خودم سانسورا رو میفهمم، خودم خط قرمزا رو میفهمم. وقتی دارم این محتوای کودک تولید میکنم خودم پدرم، میدونم چی برای بچه خوبه چی به نظرم بیایم باز بذاریم، سازمان بیاد نسبت نظارتی رو بر عهده بگیره و تولیدات رو به دست پلتفرما، بعد حالا خودش بیاد اگرم خیلی دوست داره محتوا داشته باشه بیاد محتوا رو از پلتفرما بخره. پلتفرمی که رفتی 40 میلیارد هزینه کردی یه محتوا ساختی، پخش کردی، سودم کردی، محتوا رو بیا به سازمان بفروش 10 میلیارد. سازمان تو بخوای خود بری رو تولید بکنی 40-50 میلیارد برات هزینه برمی‌داره و با به نظرم حالا با احترام به تمام عزیزایی که تو سازمان کار میکنن کوالیتی پایینی داره. ما توی بخش خصوصی با ریسک‌تر کار میکنیم. چرا؟ دقیقاً می‌خواستم بپرسم چرا این اتفاق میفته؟ چون حالا بخش سرمایه گذاریش به هر حال توی سازمانم داره اتفاق میفته، اما کیفیتی که کیفیت خروجی اون چیزی نیستش که الان بهتون میگم. اون چارچوبا نداره. الان بهتون میگم چی. به خاطر اینکه من
بیایم با غذا مثال بزنیم. من وقتی یک رستوران هستم که روزمره باید غذای خوب دست مشتری بدم، اگه امروز غذام بد بشه، ریزش مشتری دارم و 1 ماه غذای بد تحویل بدم دیگه کسی نمیاد، درست. فرق میکنم با منی که آشپز سلف دانشگاهم. باشه نباشه مردم میگم همینه که هست، نمیخوایم بریم سر کوچه ساندویچ بخوریم. این اتفاق تو سازمان هست. یعنی من کارگردان، من تهیه کننده که هستم، اگر محتوای بد تولید میکنم مهم نیست، بعدی من بهم میدن. من هنوز کار اولمو کلید نزده، قرارداد دومی و سومی با هم بستم، در صورتی که من تو بخش خصوصی کارم باید پخش بشه. همین الان اتفاقی که برای من افتاده، من کارم پخش شده، قسمت 3 و 4 کار که پخش شد پیشنهاد بهم شد. بله. ولی تو سازمان اتفاق نمیفته. و یک نکته‌ای که شاید جمله خطرناکه بگم، این مترو خط کشه توی بخش خصوصی خیلی دقیق تره. چون دغدغه بازگشت و سرمایه رو داره. در تلویزیون یه خورده سر مترو شلتر میگیرن و نمونهش، حالا شاید این جمله من خیلی تکراری باشه، تو مسابقه تو یه جای دیگه هم گفتم، خروجی تلویزیون بعد از بزرگانی مثل استاد طهماسب، سرکار خانم برومند، ما چه خروجی داشتیم؟ به جز این بوده که ما 15 سال 20 ساله هی خاله و عمه و عمو داریم تولید میکنیم با یه دستکش، با یه عروسک دستکشی. چیکار کردیم؟ مایی که الان این قدرت رو داریم در فلان جا برنامه پخش مستقیم رو میگیریم، تکنولوژی روز دنیا فلان، چرا تو حوزه تولید کودک چرا موفق نیستیم؟ دقیقاً. حالا یکی از مهمونایی که ما امروز توی نمایشگاه داشتیم خانم رضایی بودن. بله بله. دقیقاً بحث همین بود باهاشون که چرا الان با تمام تنوعی که در فرایند تولید هست، تنوع برنامه سازی هست، ولی مثل قدیما نمیشه. ما در نهایت برنامه نسل خودمون که اوکی بر ما نوستالژیه، ولی برای نسل جدید هم حتی می‌بینیم اونا رو دوست دارن و دنبال میکنن. و انگار بچه اصلا نسل کودک بی اهمیت شده. شما که کار کودک رو میکنی واقعا این هست؟ ببین یه نکته مهمی هست، ما یادمون میره تو چه سالی داریم زندگی میکنیم. ببین یه نکته خیلی مهمه، دغدغه‌های من میثم معراجی در 20 سالگی چی بوده؟ بله. 30 سالگی چی بوده؟ 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی، 80 سالگی. خب اون مدیری هم که اونجا نشسته، من میگم ما تو مدیرانمون در سازمان چند تا مدیر جوانی داریم. این نکتهش خیلی مهمه، شاید گفتن اینا تو من میگم آیا ما با سلایق مختلف مدیر داریم؟ حالا مدیر نه، اصلا با سلایق مختلف تولید کننده محتوا داریم یا فقط توی یک خط فکری خاصه؟ این اون خط فکری خاص آسیب میزنه. شما نگاه کنید الان این مجموعه درخشانی، من حالا همیشه اسم عزیزانو میارم، به خدا فقط یه سلام علیکی باشون، نه شریکیم نه چیزی. این مجموعه درخشانی داره پخش میشه الان توی سینما به اسم بچه زرنگ. آقای جعفری. آقای جعفری انسان مؤمنی هستن، خط فکریشون هم مشخصه، ولی آوردن یه ذره تلفیق کردن ماجرای مذهبی رو با قصه هایی که بچه‌ها دوست دارن. یعنی میاد قصه یه ببر رو، یه بچه در جنگل رو میاره، حتی تو دلش قصه مذهبی و مشهد رو میذاره. خروجی شده 52 میلیارد تومان فروش. بله. کوالیتی خوب، قصه مذهبی، ولی ساخت و پرداخت درست. متاسفانه تو سازمان اتفاقی که داره میفته، کوالیتی پایین، قصه فقط خط فکری خاص. بله. بچه زد. من دارم برای کدوم بچه کار میسازم؟ بچه‌ای که سرمو بچرخونم با گوشی میتونه بهترین متریال روز دنیا رو ببینه. اصلا خود فضای مجازی، سوشال مدیا یک جوریه که اصلا وزنش یه جوری سنگینه که فکر می‌کنم حتی خود سازمان داره وام میگیره گاهن، که ما می‌بینیم دیگه بعضی از من میگم سازمان الان سازمان حیفه که بیاد برای یک سریالش بیلبورد تو خیابون بزنه. این یعنی آی مردم، منو اگه تو خودم نمیبینین تو رو خدا تو خیابون دیدین. من این تلویزیون این نبوده. این تلویزیون با یه عزیزی چند روز پیشم صحبت می‌کردم، گفت آقا سریال نرگس پخش می‌شده، سریال ستایش پخش می‌شده، خیابون خالی میشد، هیچکی نبود. بابا یه زمانی ما فوتبال پخش میشد، یه فوتبال ساده پخش میشد، خیابون خلوت میشد. الان نیست دیگه. پس به نظرم یه بازنگری باید بشه و نیروی جوان متخصص بیاریم. این خیلی مهمه. من با
احترام به همه عزیزای پیشکسوت. میگم این بزرگترا بودن که این چراغ این سینما، چراغ این تلویزیون روشن مونده که ماها بیایم. ولی یک نکته داره، میگم بیایم این قضیه رو فوتبال ببینیم، رونالدو ببینیم، مسی ببینیم، یک تایمی دارن درخشانن. بعد از درخشان میاد پایین. 100 تا آقای زیدان تو فرانسه بوده، اومده بازیکن خوب بوده، بعد دیگه تموم شده، یه دوره الان کار نمیکنه. من میگم اگر یک عزیزی رو بریم 2 سال 3 سال تو سینما کار کرد، خوب بود، دیدیم بد داره میشه، تعویض کنیم. نیروی جوان بزنیم. تا کی میتونیم بگیم نه این رونالدو تیم ماست؟ آقا رونالدو با اون همه عظمتش منچستر رفت، گفتن نه تو به دردمون دیگه نمیخوری، خداحافظ. بی احترامی هم نشد بهش. پس بیایم تو تولید محتوا هم اینو حواسمون باشه. آقا نیروی جوان بیاریم، نیروی جوان خلاق در اون حوزه. این بروز بودنه 100% در اون حوزه. مخاطب رو بعضی وقتا میبینیم دیگه فراموش میکنن برای چه نسلیه. ما مثلا نسل‌های قدیمی‌تر چیزهایی که باهاش سر و کار داشتیم تنوعش خیلی بالاتر بود. ولی الان وقتی بچه‌ای که دائما یک وسیله به اسم گوشی موبایل وصل به اینترنت دستشه، که بعضی از بچه‌ها حالا شخصا در حال کاری به قضایای تربیتیش ندارن، ولی واقعیت اینه که وجود داره. خب یه رقابتی اگه قرار ایجاد بشه باید رقابت درست بشه، فکر بشه، نه اینکه صرفا همینطور به قول شما یک محصولاتی تولید بشه و تاش تاثیر خاصی هم نذاره. نکته‌ای هم توش هست، بچه‌های ما یه مقدار شعار زده شدن. یعنی این خیلی نکته ظریفیه. من میگم اگر که من صبح که از خونه در میام رو گوشیم یه SMS بیاد مسواک بزن، بعد خانومم 2 ساعت بعد زنگ میزنه بگی مسواک بزن، میرم سر کار رئیسم بگه آقا مسواک بزن، همکار، شاید اون تأثیر رو به من نداشته باشه. شما اصلا مسواک نمیزنی دیگه، چون دیگه برام عادی میشه این قشنگ. ولی اگر خیلی ریز وقتی میرم دفتر، همکارم بگه من دیشب خیلی دندون درد کشیدم و عذاب کشیدم و 2 روزم هست الان علاف دندونم شدم، من بیشتر یادم میونه، میگه آخه منم برم مسواک بزنم. قضیه مسائل تربیتی هم برای بچه‌ها همینه. ما عادت کردیم یک چیزی رو خودمون درست یا غلط یادداشت بکنیم، بسازیم و هی به بچه دیکته کنیم. اینی که من میگم. من الان یه سوال دارم، واقعا یه نفر توی نمایشگاه یه دکمه بله و خیر بذاریم، بگیم آقا بیایم یه نفر قطعی به ما بگه که کامپیوتر برای بچه، بازی‌های کامپیوتری برای بچه بد است خوب است، قطعی نظر نمیتونه کسی بگه. البته یه چیز نسبیه کاملا. نمیشه گفت آقا شاید من بچه‌م تنهاست تو خونه، من خودم کارمند باشم، خانومم کارمند باشه، تا 7 شب سر کار، بچه من چقدر کتاب بخونه، چقدر مشق بنویسه، بگم نه. گفتن روزی 1 ساعت تلویزیون، بچه دیوونه میشه تو خونه. نمیشه. بیایم بسنجیم. بله اگر من ببینم من خونم یه حیاتی داره که بچه من میتونه بره تو حیاط با همبازی خوش 2 ساعت 3 ساعت بازی بکنه، بله غلط بچه من بشینه پای لپتاپ، پای تبلت بشینه و ما یه نسبیت‌هایی باید رعایت کنیم. ولی متاسفانه میگم ما توی اینجور مسائل برای محتوای کودک مشکل بزرگی اونه که میخوایم همه چیزهامون رو دیکته کنیم. و یه چیزی بامزه من برای شما تعریف کنم، مثل 5 تا اسم خانوم به من بگی. مریم، طاهره، آناهیتا، ژینوس، الهام. 5 تا اسم آقا به من بگی. کاوه، میثم، مجید، هادی، کامبوزیا. هر 10 تا اسمی که شما انتخاب کردین برای من تجربه زیستی خود شماست و آدم‌هایی که در دهه 50 و 60 دور خودتون بودن. دقیقاً این تفکر شماست. الان چند نفر تو جامعه اسم بچه‌شون میذارن میثم؟ چند نفر میذارن کاوه؟ جدی دارم میگم. چند تا پسر شامل اسمش کامبوزیا باشه، چند تا طاهره میبینیم. خب من با همین تصور قدیمی یه محصولم تولید میکنم. به خدا خیرتون، عجب مثالی زدید. تولید کننده خوب فرقش اینجا سمتون گرم. واقعا همینه. واقعا همین، یعنی چکیده، مختصر، مفید، با یه مثال تمام شده رفت. حالا با توجه به اینکه الان مصاحبهمون تو فضای نمایشگاهی ما یه ذره تایممون محدوده، وگرنه جای سخن و مصاحبه باشه به خصوص شما
خیلی زیاده. یه سوال آخرم بپرسم، الان مشغول چه کاری هستی؟ حالا من با دوست عزیزم و همکار درجه یکم مجید افشاری داریم یک فیلمنامه کمدی رو می‌نویسیم. چه عالی. کودک در حوزه کودک. والا یه کودک نوشتیم ولی خب حمایتی از همون نشد برای ساخت. آره ما به فارابی دادیم ولی حمایتی نشد از هم. فعلا حالا گفتیم آقا یه بزرگسالم بنویس ولی ان شاءالله به زودی بالاخره یکیشو راه میندازه. خب به سلامتی. ما منتظر آثار درخشان شما هم هستیم. مرسی از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. خیلی خوشحال شدیم. خیلی ممنون از لطف شما و ممنون از شما که تا اینجا ما رو دیدین. فعلا